مهمترین خبری байналмилалии روز شروع عملیات ارتشی اوکراین در شهر سلاویانسکی واقع در شرقی این کشور است. وزارت دفاع تأیید کرد که 2 چرخبالش در یک زدوخوردی شدیده برای زری کنترولی حکومت درآوردن شهر سلاویانسک نابود شد. وزیر امور داخلی اوکراین گفته است که هدف از این عملیات آزاد کردن گروگان‌ها، خلع سلاح، جدایی طلبان و آزاد کردن ساختمان‌های معمولی بوده است. شهر سلاویانسکی ولایت دونتسک با 140,000 جمعیتش یک ماه به این سو زیر نظارت جدایی خواهان رو به روسیه قرار دارد. و حالا رویدادهای اخیر اوکراین را در مصاحبه روز با مسئول امور گسترش اتحادیه اروپا شتефан فیوله در میان میگذاریم که مهمان رادیوی آزادی بود. جناب فیوله، از نگاه غرب با نگاه به رویدادهای اخیر اوکراین سازشنامه ژنو کار نداد و جاری شدن تحریم ها به بعضی مقامداران روسیه تأثیر اندکی داشته است. آیا اتحادیه اروپا وسیله های دیگری تاثیرگذاری را روی دست دارد؟ اول اجازه دهید بگویم که سازش به دست آمده است و طرف‌ها عهد دادند که آن را اجرا می‌کنند، ولی اگر به عقب نگاه کنیم روس‌ها از همان اول فکر کردند که سازش ژنو فقط به حکومت اوکراین دخل دارد. ما این گونه چیزی را در نظر نداشتیم. ما شاهد آن بودیم که حکومت اوکراین برای اجرای این سازش تدبیرهای اندیشید، اما روسیه برعکس در مرز با اوکراین بسیج کردن نیروهایش را ادامه داد. متخصصان و مشاوران روس در شرق اوکراین همچنان فعالیت می‌کنند. ما نه تنها شاهد افراد مسلح خشن شدیم، بلکه شاهد همان گونه افراد نظامی پوش شدیم که لباسشان هیچ رمزی ندارد، مثل آن که در نیم جزیره کریم بود. ولی من ندیدم که روسیه تعهداتش بر طبق سازش ژنو را اجرا کند و من سرچشمه تنش‌ها را در همین جا می‌بینم. ماه آینده اتحادیه اروپا با گرجستان و مولداوا عهدنامه مشارکت را امضا می‌کند. این همان سند است که اوکراین بعد مداخله روسیه از قبول آن خودداری کرد. آیا اتحادیه اروپا برای گرجستان و مولداوا هیچ پشتیبانی امنیتی در این زمینه وعده می‌دهد و نمی‌ترسد که این کشورها در رو برای تهدیدهای احتمالی روسیه قرار می‌گیرند؟ Now, here what I believe and what is important on the side به اعتقاد من اینجا مهمتر از همه این است که اتحادیه اروپا و تمام آنهایی که قانون‌های بین‌المللی و ارزش‌های به مثل تمامیت ارضی و استقلال برایشان مهم است، اول همراه کردن کریم به قلمروی روسیه را نمی‌پذیرند. دوم، ما به عهدهای داده‌مان به شریکان خود صادق می‌مانیم. ما به شریکان خود وعده ندادیم که خواسته‌های ما را بپذیرند. ما به آنها وعده دادیم که برای رسیدن به خواسته‌هایشان کمک می‌کنیم. همین گونه اگر خواسته اوکراین نزدیک شدن با اتحادیه اروپا باشد، ما آماده ایم به آنها در این راستا کمک کنیم. و سوم این که ما بارها گفته ایم اگر روسیه به زیر پا کردن تمامیت ارضی اوکراین و شدت بخشیدن اوضاع در شرق اوکراین ادامه بدهد، ما تحریمات علیه روسیه را بیشتر میکنیم که این روسیه را در انزوای بیشتر قرار میدهد. تشکر.